در تاجیکستان نرخ ارد یکی از غذاهای اصلی استعمالی مردم تاجیکستان به طور بی‌سابقه پایان رفته است. نرخ یک لنگه 50 کیلویی ارد در بازارهای پایتخت تاجیکستان حالا 130 سومانی 135 سومانی وابسته به نوعش نرخ دارد. حالا که تا یک ماه قبل نرخ یک لنگه ارد 50 کیلویی 160 165 سومانی نرخ داشت و می شود گفت که طی این مدت تقریبا یک لنگه ارد 30 سومانی ارزان شده است. مقامات زددینҳисории تاجیکستان دو عامل ارزان شوی نرخ ارد را به ما گفتند. یک مقام خدمات زددینҳисории تاجیکستان در ولایت سوخت در صحبت با رادیو آزادی سبب پایین رفتن نرخ ارد را چنین شرح داد. این عامل‌هاش هم واردات گندم نسبت سال گذشته 57325 تن زیاد گندم دارندگی سال 2018 یعنی که ماه ینور سال 2018 ماه ینور 99745 تن واردات شد گندم. این نشان دهنده نسبت سال گذشته 57325 تن زیاد یعنی که سال 2017 42420 تن گندم واردات شده بود. از طبق معلومات گمرکی معلوم می شود که ارزشی گندم هم ارزان شده. از همین سبب ارد ارزان شد. تاجیکستان خود نیز گندم پرورش میکند اما این نیاز تمام جمهوری را برآورده نمیکند و بیشتری مواد ارد و محصولات اردی از جمهوری قزاقستان به تاجیکستان وارد می شود. حالا بیشتر تاجیکستان از قزاقستان به فرق از سالهای پیشین گندم وارد میکند. حکومت هم برای وارد کردن گندم و استحصال ارد در داخل تاجیکستان امتیاز قائل شده است، یعنی انداز از ارزش اضافه شده همگی 10% معین شده است و بیشتری محصولات اردی حالا در خود تاجیکستان استحصال می شود. در سال گذشته 2017 تاجران از قزاقستان به تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون تن گندم وارد کردند.